سلام، من نوبادیم و این ویدیو رو ابداً تو دقایق لحظه 90 سال 402 نگرفتم. به هیچ وجه همچین چیزی امکان نداره. الان ساعت 3 صبح 1 فروردین فکر میکنم، ولی از اونجا که هنوز سال تحویل نشده فکر میکنم هنوز تو سال قبل حساب میشیم. هنوز پارسالیم. فکر میکنم هنوز پارسال باشیم. واسه همین اول از همه دوست داشتم سال نو رو تبریک بگم به همه کسایی که این ویدیو رو میبینن. سال نو همتون مبارک. امیدوارم امسال سال بهتری باشه نسبت به پارسال. امیدوارم سال جدید براتون سال خوبی باشه. راستش نکته جالب اینجاست که امروز سالگرد شروع فعالیت کانال من یا کلا فعالیت منه، اما من سال پیش هیچ ویدیویی نذاشتم و هیچ کاری انجام ندادم به دلایلی که مشخصه، ولی دوست داشتم حداقل امسال روی تبریکی گفته باشم و سال روز شروع فعالیتم رو هم روی ویدیو بسازم و بذارم. و دوست داشتم از این فرصت استفاده کنم که بگم دوست دارم امسال فعالیت داشته باشم، اینطور بگیم. البته این ویدیوی نوروز سال من نیست، این فقط صرفاً یه تبریک ساده است و یه گرامی داشته سال روز، به اصطلاح خودمون سال روز. ویدیوهای نوروزی دوست دارم بسازم و از همین الان ایده هاشون رو هم یه چیزایی تو ذهنم هست. خواستم بگم که دوست دارم امسال بیشتر باشم، دوست دارم باشم و بتونم بیشتر فعالیت بکنم. خب اینم از این، صحبت دیگه ای نمیمونه. دوست داشتم فقط تبریکی گفته باشم. راستی این بک‌گراند هم زیاد بهش دقت نکنید، تا ابد قرار نیست با این بک‌گراند کار بکنم. و سال خوبی براتون آرزو میکنم و امیدوارم هر جا که هستین موفق باشین. خیلی خوب، تا بعد، میبینمتون و سال نوتون هم مبارک. Jesus Christ، ساعت 8 دقیقه است. باید ادیتش کنم، سریع آپلودش کنم. فعلا بای.